زوانم کلورنش تجام کردی زوانم کلورنش تجام دفتر عمرم مگر بی تمام کردستان بزن باشور نشینم کردستان بزن باشور نشینم حاضر نیم زخم و گیانت بینم خاکت بش کردن دور لچو خدا خاکت بش کردن دور لچو خدا دست و پا زخمی سلتن جدا شکنجه و دوریت قفس و رگبار شکنجه و دوریت قفس و رگبار سنگدان و مردن پجاره و فرار حساری وقت من وخو هل سیاز حساری وقت من وخو هل سیاز وبان بیستون آگریک هل گیر سیاز بینر عزیز سلام عرض کم خدمتتان سلاو کرماشان یادگار شیرین و فرهاد سلاو کنگاور سلاو هرسین دیار لکستان سلاو سنقر سلاو کلیایی سلاو صحنه دیار دربن سلاو بیستون یادگار کردیل یادگار مادو ساسانی سلاو شاباد سلاو کرند سلاو دالهوی سربرز یادگار یارسان سلاو سرپل سلاو دشت زهاو سلاو گیلان سربولین سلاو ایلام دیرین ایلام مظلوم سلاو قلاقیران سلاو مانشت سلاو مهران سلاو دهلران سلاو آبدانان سلاو خزل سلاو ارکوازی سلاو خانقین قربانی تعریب سلاو بدر سلاو مندلی سلاو جسان یادگار الوان بینر عزیز مجددا سلام عرض کم خدمتان فرفره خوشاتین ارای برنامه تایبت تلویزیون تیش که بزاراوی شیرین کلهوری اجرا بوده بینر عزیز لبرنامه امشو توای من در مورد شعر و ادبیات کلهوری و هیجوره وضعیت زاراوی کلهوری یا چی بیشی من زاراوی کردستان خوارگ و گرد دوگلالا میوانه لعزیز برنامه امشو بحث و قصیه بکید میوانه لعزیز برنامه امشو آقایان کاک سیامک نجفی شاعر و کاک فاضل ولیان فعال مدنی و هیجوره دامزدینر مؤسسه هواره کاک سیامک نجفی سلام عرض کم خدمت دگر دنگ مشنفی بله دنگ مشنفی کاک سیامک دنگ فر خاصی کاوریا فرم ممنون سلام عرض کم خدمتت فرم ممنون که دعوتی ما قبول کردی رای شرکت لبرنامه گمان خواهش کم ممنون و سپاسگزار ویوم که زحمت کشیدین دستان خوش بوده خواهش کم کاک فاضل ولیان سلام عرض کم خدمت جناب عالی شاگردنگم شنفی من سلام دارم خدمتی و خدمت تمام بیننده کانال تیشک فرم ممنون جناب عالی فرد تشکر کم که به هر حال دعوتی ما قبول کردین کاک سیامک و جناب عالی شروع کم جناب عالی به هر حال شاعری دو کار ادبیات و لی سالی اخیر چه واقعا خدمت فری کردیده و شعر و ادبیات کلهوری به عنوان سوالی یکم تو خدمت درس بکم که واقعا زاراوی کلهوری واقعا البته مشکلیش هست نیازاریم بیشیم زاراوی کلهوری یا بیشیم زاراوی کردستان خوارگ یا کردستان جنوبی البته جناب علی اگر بتوانید توانی در مورد اظهار نظر بکیدن ولی بگشتی واقعا الان وضعیت زاراوی کردی و زبان کردی ل کردستان خوارگ واقعا چی هستنگینی بله دوباره سلام مجدد دارم خدمت بیننده تشکیلی کردی عزیزی که وی زبان دارن قصه کن از حرمت دارم خدمت های ولیان که به حال زحمت کشیده وشلی عرصه و سپاسگزارم و تشکیلی و گشتن که دین زحمت کشین لی راسته مخصوصا ادبیات کردستان جنوب کلن دید یک مرحله تل زندگی خود گذارید و حضور جناب علی است کم یک گیچاله که کردی مثلا در مورد اسم رای زاراوا کلهوری درسته بشی من گورانی درسته پیشینی تاریخی دیردن ای و کرماشانات ایلامی خانقینی یعنی اسمیل جور و جور یک رای توانیم حال بجاری من که یه پیشنیاری دیگه و حال مطرح کردی منوی شو که و دلیل یک این بخش مردم این کردیلی که هانی منطقه هان بخش جنوبی یا این طرف خوار کردستان
خراونیه ای پیشنهاد بیلیدن و ایویش که لراس تلویزیون و میدیای لجور و جور هین یواش یواش جی بکفی مثلا بشیم کردستان کردی جنوبی یا کردی خوارین اونجا را هر زاراوی جیر زاراوی یا که جور مثلا کالهوری از برسکیم لکی هستن هایجتی و این طرف گوران و ویلا گورانی هستن یعنی بشیل بشکلان تغییرات بشکلی که بیشتر دیالکتی و زاراوی لهجهیه اوانه توی مثلا عنوان دوچه ولی زیاد بگیم فرض کنیم میشه من الان وی فرم و وی شیوه دارم قصه کم میشیم کردی جنوبی مثلا زار گورانی سرکار و شیوهی که قصه کردن مثلا گلانه قرب و او ناوچه قصه کن دوچه که کالهوری ولی زیاد بکریدن و طرف کاکوان و لکسان بشیم لکی ولی زیاد بکریدن یه پیشنهاد که فکرم خراو نودن و ای گیچلا و دربا من و بله حتما بله بله خدمت رسالی خواهش کنم کاک سیامک جناب علی برحال شاعری دو خدمت فری کردید و ادبیات کردستان خوارگ الان واقعا ادبیات کردستان خوارگ بخصوص و لحاظ شعر ها چه وضعیتی خوشبختانه وارد مرحله جدیدی بیم مخصوصا و حال بعد دهه 70 و بله دست و قلمی این منطقه شروع کردن و زحمت دارن کیشن منالیلی که هن و هن نو داخل مخصوصا و حال در زمینه ادبیات زحمت دارن کیشن فرن به حد واقعا که کاریل شاهکاریل درسته چه و ترجمه کنه مثلا کار شاهکاریل گورا ترجمه کنه زوان قمانه کردی جنوبیه و هم شعریلی کاتس دیش وی منطقه کاریل فرق بیست که بتویدن بررسی بکیم و کلیک نشانی بکیم شاید ساعتها بناوی لسر تک تکشم بودن دابنی لسر هکرمان بله راست منتا الان مرحله که من لسرشه بیشتر واقع توسته یکم لأو سبک اجتماعی مثل سبک موزون و غزل و او چوارچوی شعر کلاسیک همراه هی منی مثلا بیشتر و مرحله شعر آزاد به حال کم و بیش دارین ویشن و این پلو شعر پانه مثناوی دارین ویشن و شاعری لفرق دارین لی مرحله ویشن تا البته الان بحث کردن و ادبیات مطرح هست حسا مدرن یا ادبیات پست مدرن یعنی پست مدرن چه تأثیر لناو ادبیات و ادبیات کرماشانات و نوچه چه تأثیرات لی ادبیات ها گرنه اوشیه بخشیره لک در طول برنامه و خلال برنامه چیمنه نوا نمونه لی و شیره لک این خمس لو زمینه وشم که یعنی اثر پای تکنولوژی و علوم امروزی لناو شعر کردستان جنوبی چجوری خوی نشان داده. بله حتما لادامه برنامه تیم خدمت کاک سیامک کاک فاضل ولیان دنگ مشنفی جناب علی بله بله هم بخدمت کاک فاضل ولیان جناب علی به حال واقعا لی سالی الاخیر خدمت فری کردیده لشار کرماشان رای توسعه زاراوی کالهوریا بیشیم زاراوی کردستان خوارگ هیچی بی که ایو به حال هیزگردین و مؤسسه هاوار درست کردین که به حال مؤسسه واقعا فرفره فعالیک بیو به حال ایو چه سری مشکلات راتن پیش هات ل جریان برای فعالیت لخوتن لسرتای برنامه خوش داریم بزنیم که واقعا ایوا تجربه کردن چی بی لمورد تجربه به حال یه انجویی که به حال خدمت فری کرد و بخصوص جوانی لکرماشان خوش داریم بزنیم که این تجربه ل چی بی استقبال جوانی چی بی لی مؤسسه ایوا دو جارم سلام دارم خدمت تمام بینەرەی لە هەر جایێک لە وڵاتە کوردستان و لە هەر جایێک لە دنیا کە ئیدەنگمانە شنەفن و هانە حالا حاضر دەنن ئی بەرنامە تەماشاکەن ئەرکەوە خدمەتان کرماشانی جۆرە بەقیە شارەی لە کوردستان وەڕاستی لایەنگری و پشتگیری خۆیان لە زوانە داڵگی خۆیان وەخاسی نیشاندان و هیچ تقریبا جیاوازی وەگەردە ناوچەی لەسەرەک نەیرێت تەنیا جیاوازی ئەو ناوچەی یەسە کە ساڵهای ساڵ وەی زاراوە وەی زوانە خۆیانە دوورەوە بینە و هەبوو خاتریشە ئەو ساڵەی لە کیمە دەستکردنەوەی کارێلە و کۆمەک نووسەرەی و شاعرەی و ڕۆشنبیری لە ئەو ناوچەی خۆمانە
وراسي چون تازگی داشت پشتگیری فرافری کردن و او دوره تقریبا دوره و اسم اصلاحات کوتیان ایمر ریگو دروچی گرامان کریادو که ای کاری لدست و پیمکن وراسي پشتگیری فرافری کلیمان کریاو یا لزوان خوان خاصره که بشیم پشتگیری فری کردن و هجوم هاوردن و راستی باید بشیم هجوم هاوردن ورو کلاسیلی که وریو بریان هرچند ورجاوش ای بیشترانه تقریبا و کلاسیل خصوصی و نو مالیل یا و نو بعضی مسجدیل کلاسیل زوان کردی وریو بریان ولی و شکل آشکارا و جوری که نهینی و مخفیانه نود او کلاسیل و نو او انجیو که خصیمری و هاوکاری چند انجیو کرد پشتگیری فرافری خاصی کردن و نشان داد که تمام او برنامه لو او ترهیل کرشانه ندسلات که زوان کردی و فرهنگ کردی و نتوی کرد لو منطقه بسرنو اسمی ولی نمینید و راسی پیچلو بیو نشان داد که ای خیال باطلی و هیچ وقت نتیجه نیگرن ولی. بله فرمان. کاکسی امکان نجفی جناب علی اشاره و تأثیر ادبیات پست مدرن کردی لبان ادبیات کردستان خوارگ. توانی زحمت بکشید که بیشتر لمورد توضیح بدین و اگر شعری کش لخواد دارید به عنوان نمونه راما بخوانید فرا ممنون بیمن. خواهش کم مقوله پست مدرن در واقع یا فرا مدرن یا ادبیات فرا نو پلیگ لادبیات یا الان شو ایمد دین دستم سبانی پلیگ لشعر که یک گام فراتر چیست یک قدم بیشتر چیست نواتر لادبیات امروز اگر لادبیات شعر نو باز بکیم یا شعر چرمون شعر آزاد شعر مدرن پلیگ چی منواتر که یه المنتیل خاص خوی دیردن که گوشی من مثلا اسم بنیم پست مدرن یا اسم لو چوارچوب و اسلوب و یا مکتب پست مدرن تبعیت بکید شو اسلوب دیردن که یا المنتیلی و مهم و نو وکار شدن یکی واسه مثلا مسئله انسان محوریه یعنی ماتریالیسم و انسان محوری بوده مسئله اصلی ای تفکره و سکولاریزم که هاو در واقع جایی دین و سیاست و یک جاوکی دو مسئله و مسئله دواره کلیک نمیل مذهب وشیدن که ساخت و پرداختی ذهن آیمیله یه اصل و اساسی مکتب سالا بحث گورا و کلیگیه بتویم بشیمناوی حالا بحثگی ما بیشتر لسر مسئله شعر و تأثیر مکتب لسر شعر چبی است یکی لوانه که در این راستاسه علومه که امروز وگرده دست پنجه نمکیم علوم فیزیک، ریاضی، شیمی که دنیای امروز و تکنولوژی امروز بر اساس و در شنوا و زندگی امروز رایمه درست کردن هی زندگی امروزه خوب برحال تأثیرات خوی درده و یکی لو تأثیرات و بان ادبیات و شعره ناسن و بزانی من چه تأثیری لیشتی است یکی لوانه که من یکی جو شخص سیامک نجفی شعری کاملا تحت تاثیر مسائل علمی قرار گرفت حالا دلیلیت شبیه است آیا زندگی شخصی و چه شکل و شکل دیت و چه فرم گریستن که باعث بیست ای شعری لباید دیشت گشتی آنه قابل توجه مرا روشن کردن مطلبه یه شیوشم که بیشتر جنبه علمی شونه پای